سلام، شما خوبین؟ به مناسبت سالگرد ختم سرون خدا نیامرز حاج اکبر کاپور بازماندگان آش پشت پاشو جلوی پای مهمونا میریزن که هر کی بخوره میره اون دنیا حاضی رو بغل میکنه. این ولیمه به صورت بیرون بر در به در دست خر سرو میشود که هر کی همینجا بخوره باید معدهشو بندازن جلوی سگ تا بزوه. بالاخره هر کی خربزه میخوره بندری هم میزنه دیگه. برای پخیدن سوپ سس میت از شاشپزهایی که زاباکسنشون اندازه نلبکی و قیافشون شبیه دروازه‌بان فوتبال دستیه به صورت 24 ساعته به گوهجاری گرفته میشود. همه که تو موشامپا نمیخورن. اگر گفور گوی به شور با دامن جذب ثروت دل به کار بده و همه ظرفا رو شوشته کنه، بقیه هم میتونن تو بشقاب زهر مارشون بفرماین. اینقدر کاسه لاسخوری شوسیده بود دیشب تا صبح چوسیده بود. برای بچه سگای بهروز بد فک و پوست که نه موشامپا بهشون رسیده بود نه ظرف و ظفور، اینقدر شلوغکاری کردن یه دیگ بهشون دادن، یه اسنپ‌بانت هم براشون گرفتن، گفتن چون الان وقت نداریم برید بعدن نیایید. بچه سر سفره خوز نکن. آفرین. آخه انقدر گشنشونه یه جوری لقمه میزنن انگار دارن رخت خواب میسپونن عقب مینیبوس. مهمونایی که از خونه بشقاب آوردن بهشون برنج و مواد اولیه میدن، میگن برید هر انی میخواید درست کنید بخورید که به طول سگ لیلا واویلا ماه قرمزی که تو وایتش شنا کرده رسیده. خاک به سرت نخور. خب انجل میرینی لا خاک بری بمبئی، سگ بخورد بمبئی، زر بخوری بمبئی، پاره